سلام دوستان عزیز، السلام علیکم میگویم بهره بیننده های عزیزی خود. برای امروز ما آمدیم برای تبریک کردن خواهر نازنینشان اراده بانو از نام برادرانشان، از نام فاضلکه انورکه ارکینجان، از نام ینگهشان مظفرآیتی که در مسکو در چندین سالها در مسافرت هستند. امروز همچون رمز تشکر، همچون تبریک چندین سالها باز فرزند آنها را نگهبین کرده، همچون گوهرک چشم احتیاط کرده، آنها را با آنها مهر و محبت دادن. از نام برادر ینگه پاشا تبریک میگویم. آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما میکنیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم زنهای زیبای سمرقند و آهلیک عزیز ما. هر یک شما را با امروز این خانواده خوش آمدید میگوییم. پیش از همه با ماه سلطان ماه شریف رمضان تبریک میگوییم. آن روزه‌های داشته ما را خداوند عزیز به درگاه خودش قبول کند. گناه‌های دانسته ندانسته کرده ما را ببخشاید میگوییم. و امروز در این خانواده بسیار هم پرشکوه، در این خانواده پر از مهر، یک خواهرک عزیزشان زادروز داشتیم. اراده بانو یک تکلیف میکنیم. خرسک زنیم اگر مرحبا. سلام کنم مرحبا. شما هم یانا شما بایستید مرحبا. سلام خواه. امروز ما چندین ماه پیش در این خاندان مهمان شده بودیم. اوی دکبر بودن. خاله جان مهربان، خاله جانی که چشمه مهر هستند، مادری مهربان را تبریک کرده بودیم. از نام فرزندان، از نام راهدورها. من امروز خیلی یک روزی خرسندی بوده است. خیلی که یک بهرتان واسه بوده است که هر بار در هر یک روزی خرسندی و زادروز این خیلی دوستان و نزدیکان در اطراف دسترخوان برای تبریک شما میآمدند. ما امروز این دخترک نازنینتان را، اراده بانو خواهر عزیز را، از نام فاضلکه، از نام کلین پاشایتان مظفرآیتی، از نام انورکه، از نام ارکینجان تبریک میگوییم. شخصا خود فاضلکه چندین بار تاکید کردن مادر مهربانی من مادر غمخوار هستند. چخیلی که یک تربیه های نیک دادند، انمی دخترک نازنینشان را ما را به وای رساندند. من که همراهی ینگه در مسافرت میگردیم، یگان دل ما خوف نمیبرد، چرا که در خانه مادرم هستند. مادر من برای من هستیم و البته یگانه نفری که همه سری مرا میدونند، نفری که هر بار یگان مصلحت در کار باشد من زنگ زده تلفن کردم میپرسیدگی خواهرک عزیزی من امروز زادروز دارد. آن به وی رحمت گوید، برای اراده بانوی ما رحمت گوید که همراهی پدر و مادرم یک جویه شده، همه فرزندکای ما را نگاه بین میکنند. خیلی که جوی نبودن ما یا معلوم نمیکند و فقط مهر و محبت را برای فرزندان ما میرساند. و جوی من هم خدمت پدر و مادر ما کیسه است رحمت برای خواهرم. رحمت گوید که همه آینده با یک درگاهی بخت با کلین شده رود و از پیشتر فقط روزهای خرسندی بینیم. من میفهمم این خیلی مهربان دارم در حیات. بعد از مادرم مهربانی من انمی خواهر عزیزی من است. امروز برای خواهرم چقدر شعر خوانید کم است و برایش رسانید که مهربان و دلسوزم خواهر جانم، از تو آید نکهتی مادری جانم. یک لحظه گر غم خورم سوز تو را جان، دو دیده ات شود نم ای خواهر جان. طبیبی من تو هستی در غم و دردم، در روزی شادی من توی همراهم خواهری جانم. و البته برای اراده بانو رسانید که دو دیده غمگسار دارد خواهر.
دو دیده غمگسار دارد خواهر بوی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پر آب است به دیداری گوسل صبح است که صد بهار دارد خواهر همین مهمانا بر رسانید که هر بار همراهی خواهرم هم صحبت شد مگر چشمش نم میشود و اشک میبندد اکا جان اگو بیایید ما شما یاد کردیم البته ما هم یاد کردگی مادرم پدرم دادرم و خواهر نازنین و فرزندانم اعضای من چقدر نیت‌های نغز و نیک باشد برای اینها رسانید بار دیگر با ماه شریف رمضان تبریک گویید و برای خواهر عزیزم یک دستگل زیبا را در شهر سمرقند از همه دستگل زیبا را آماده کرده تیار کنید مرحمت انوارکه و تا خرسک میزنیم اسفاران مبارک باشد مرحبا درکین جان برای خواهر نازنین مرحبا توفه های ارزنده و زیبنده مبارک باشد البته از نام خودشان ارکین جان از نام اکاهایشان از نام آیلهشان فرزند خوردی خاندان تبریک میگویند مرحبا یاده این صد بدر وقتی دیم و وقتی دام ساخت سالم کرد دادم دیم روش نسافت کردم خانه دم رحمت مبارک باشد حاضر مادر مهربان مادر خودشان هستیشان یک تبریک است برای فرزندان پدر مادر باشند هیچ یگان فرزند غم و درد را نمیبیند حاضر مادر مهربان تبریک میگویند مرحمت السلام علیکم مهمان شامده به این لبهای ما و این روز رمضان اول بار تبریک میکنم الهیم همه وقت شاد و خرسند باشید اراده الهیم سرد رو جایی که دفتگی تا سمسا و بچه خرسند که دیگه رحمت سلامت باشند اکنون همه ما یک جای شده ایستاده من در اینجا شیرینی را میبینیم اگر کارت ها تیار باشد اگر نظرشان من نزدیکتر بیاره مرحمت از اراده بانو و تا اعتبار تیم که برای شما عکس های زیبا را تیار کرده آمردیم تا از شیرینی خانه قصر اویستا برای شما آماده کردیم مرحمت کنی شمخوشه گیرانه امکنی نیت کرده یک جای میبریم امروز زادروز مبارک مولودی خجسته را مبارک باد میگویم بگذار همین خاندان فقط رسوی خورسندی شود در روزی خورسندی خوشبختی ما مهمان شدن این خیلی تبریک کردن گیریم مرحمت یک جای نیت کردن این شیرینی را میبریم بگذار فقط رسوی خورسندی همیشه باشد مبارک باشد مرحمت شمهاش خاموش میکنیم مرحمت Happy birthday to you. Happy birthday. مبارک باشد. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. زادروز مبارک. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. مبارک باشد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
حاضر در اینجا مهمانان مادران عزیز هستند. سخن‌های نکو باشد اگر البته هر یکی شما میشنویم کنه کی سر کند دست برداریم کنه مرحمت از نام همسایه ها مشرف خاله مرحمت. منم با شریک همینو هم یک کنم و ایدی رمضان تبریک میکنم. الهیم اراده صاحب بدروی جایه گرفتگیش پس هنگ شوه الهیم بخناک شود تخناک شود الهیم هم بیاکتون چی نیتی داره نیت کتون برسه من طرفدار همین هستم توی بولی توی شود در سفن کشون همه وقت سیر فیض سیر برکه شود شما هم بیم رحمت مرحبا کنی خاله جانشون مرحبا یک تا خاله هستی الهیم اراده 100 ساله شوید همین سال خونه‌دار شود بخلیک شود بچه رحمت البته وقت رو نگفته یک جهت رقص ما خورسندی کنیم بیرون هوای گرم بهارانه همراهی امروزه صاحبان بزم یک جای شده مادران مهربان خوشرو کرده هم در این ماه شریف رمضان هم در زادروز خورسندی یک جای هم میرقصیم کنی رفتیم مرحبا
کمک جان ینگاملو جان شما به هم دیکاتون بهم رحمتی کلام به این سورپرایزاتون من خیلی چیزا با امیدم نبودم راست رحمتی کلام شما به سخت سلامت بیه تشکرم با یاد کردیم ما شما میر جان ملید جان هممون یاد کردیم شما خدا کتنه احتیاط کنه رحمتی کلام سخت سلامت خیر بیننده های عزیز من امروز ما در خانواده طالبمک مهمان شدیم اراده بانو را تبریک کردیم از نام برادران از نام نزدیکان بگذار همین خیلی خاندان ها با من امروز بار دوم است مهمان شدیم در این خاندان پرفیض همراهی مهمانان هم صحبت شدم کمی باشد هم دل آنها را شاد کرده باشیم ما از عهده وظیفه خود برآمدیم برای دقت شما رحمت البرکه رحمت برای مهمانداری سلامت باشند خوش جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک دل شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روزی شما در زندگی خوب و خوشترین روزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روزی فیروزی شما شادند از آن که روزی فیروزی شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک